نان خوش یکی از اواسانه بسیار محبوب یا یکی از غذای بسیار محبوب سراسر افغانستان می باشد. یعنی که بدون نان خشک سفره مهمانای افغانستان یا میباشندهای افغانستان یا فامیلای افغانستانی ناتکمیل است. دیگه از طفل گرفته تا بزرگ جوان ها همگی نان خشک خوش دارند و یک غذای بسیار لذیذ است. اینطور است که ما در افغانستان که هستیم اینجا اینمی از بسیار سابق همی نمانده. حالا در خارج که هست مردم به خاطر مشکلات وزن خود به خاطر صحت خود یک ذره کوشش میکنن از نان کم استفاده کنند. اینجا خب افغانستان مردم دمی آموخته شده هر چی کنه نان کم نمیشه، زیاد خورده میشه کم نه. از ما زیادتر مردم بیچاره و غریب و یا نان خشک زیادتر میبرن. بقدر که پیسه دارا رو بگیم و قدر نان خشک نمیبرن. زیادتر این مردم طبقه بسیار قدر بالا هم نیست، قدر متوسط این مردم عام که است. مثلا یک کس بسیار پیسه دار و زیاد از او از نان خشک استفاده نمیکنه.